کمیته اردوی فوق‌العاده تاجیکستان روز 14 فوریه سال 2024 خبر داد که طی شبانه روز گذشته در حدود ناحیه شغنان اشکاشم و شهر خوروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 ترمه فرآمده باعث موقتا بسته شدن حرکت نقلیات در قسمت‌های علیحده راه‌های خوروغ اشکاشم، خوروغ مرغاب و خوروغ کولاب دوشنبه شده است. از جمله نیمه دوم روز 13 فوریه تقریبا ساعت 14:28 دقیقه بارشات شدید باعث فرو ریختن 3 ترمه در کیلومترهای 31 و 32 راه بین المللی خوروغ اشکاشم در موضع برج جماعت به نام اسکر زاکروف ناحیه اشکاشم شد. شام 13 فوریه در کیلومتر 27 امین راه در موضع نشوست به جماعت به نام غریبشاه شهبازov باز یک ترمه دیگر فرآمد. برای تازه کردن راه تکنیک مخصوص وزارت نقلیات جلب کرده شده کارهای برطرف سازی ادامه دارد. همچنین شام 13 فوریه ساعت 18:14 دقیقه در کیلومتر 7 امین راه خوروغ اشکاشم در موضع نوادک شهر خوروغ 2 ترمه دیگر فرآمدند. کارهای برطرف سازی در محله ترمزده ادامه دارد. بر اثر فرو ریختن ترمه ها خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. در همین حال شرکت آیرس صبح 14 فوریه خبر داد که در پی بارشات شدید برف در کیلومترهای 52 و 73 شورای دوشنبه خوجند حرکت فورها و نقلیات ید کدور توسط این یگانه شورای بین شمال و مرکز تاجیکستان موقتا منع کرده شده است، ولی دیگر نوع‌های نقلیات می توانند آزادانه رفع کنند.